در قسمت‌های اخیر سریال خواهران و برادران شاهد هم بودیم که شنگول بچه خود را به دنیا آورد و همین باعث رفت و آمدهای مکرر اورهان به خانه او شد و در این بین درگیری‌های زیادی بین گونول و شنگول اتفاق افتاد و اورهان تصمیم گرفت گونول را طلاق دهد و دوباره پیش شنگول و خانواده خودش بازگردد. بعد از طلاق دادن گونول، شنگول تصمیم گرفت برای خودش و اورهان مراسم عروسی بگیرد و به همین خاطر بچه‌ها دست به کار شده و خیلی زود مقدمات کار مهیا شده و روز مراسم فرا رسید. روز مراسم شنگول و اورهان با لباس عروس و داماد وارد تالار عروسی شدند و مهمانها شروع به رقص و پایکوبی کردند. از آن طرف تصاویر و فیلم‌های مراسم به دست گونول رسید و خون جلوی چشمانش را گرفت. به همین خاطر به مراسم عروسی آنها رفت و سعی کرد با داد و بیداد کردن مراسم عروسی را به هم بزند، اما اورهان و بچه‌ها او را بیرون بردند. بیرون از تالار گونول سوار ماشین شده و بدون اینکه توجهی به دور و برش کند دنده عقب میگیرد و به شدت با دخترش تصادف میکند. افرا بر اثر شدت تصادف دچار خونریزی مغزی شده و بیهوش میشود. گونول از ماشینش پیاده شده و با دیدن جنازه نیمه جان دخترش شوکه شده و همانطور با اشک و زاری و ناباورانه به او خیره میماند.